وقتی پرتقال ها ناف دارند، ذرت ها دندان دارند و پسته ها دهان، بعید نیست که از ما خیلی آدمتر باشند. تازه من هندوانه هایی را می شناسم که بیشتر از ما تخم دارند. گیلاس هایی را دیدم که کمتر از آدمی کرم دارند. فندقی را دیدم که مغزش از خیلی از انسان ها بیشتر است. نارگیلی را دیدم که پشم دارد و پشمش از دست انسان ها ریخته. گلابی هایی را دیدم که بدون عمل باسن زیبایی دارند. میوه‌ای میشناسم که بدون آرایش پلوست. موزی میشناسم که لباسش مارکدار است. دیروز یک کلم قمری خریدم و دیدم که برعکس خیلی از آدم ها ریشه دارد. برعکس آدم‌هایی را میشناسم که انگار تره‌بار هستند. مثلا دوروبر ما سیب زمینی کم نیست، جماعتی روان آزرده که مثل فلفل تند هستند. مسئولینی را دیدم که از هندوانه پوست کلفترند. دیروز یکی را دیدم انگار سیر بود، آنقدر سیر بود که خودش را از پل پرت کرد. پدران زحمتکشی را میشناسم که مثل بعضی پرتقال ها دلشان خون است و ملتی را میشناسم که آنها را برگ چغندر فرض میکنند. بی خود نیست که پادشاهان میگویند ملت کیلویی چند. پادشاهانی که مثل بادمجان تاج بر سر خود میگذارند ولی نمیدانند که تخمی هستند. و ما شاعرها دودفرنگی هایی هستیم که زبان سرخمان سر سبزمان را به باد میدهد.